اگر که فقط بلدی یک کارت ویزیت طراحی بکنی، پس میتونی ازش کلی درآمدزایی بکنی. میگی نه؟ با من تو این ویدیو همراه باش تا راه‌های درآمدزایی ازش رو با هم دیگه بررسی بکنیم. من سحرم و اینجا کانال با سحریه. قشنگ تو این کانال با هم دیگه راجع به حوزه تکنولوژی، برنامه‌نویسی، هوش مصنوعی و گرافیک کلی مطلب جدید یاد بگیریم و همچنین با هم دیگه بریم راههای درآمدزایی از هر کدوم از اینها رو بررسی بکنیم. نوبتی هم که باشه نوبت گرافیکه. یادتون نره که حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید و ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید. همونجوری که توی ویدیو قبلی گفتم بهتون بچه‌ها، من متن هر ویدیو رو میام توی سایت خودم قرار میدم. آدرسش رو براتون مینویسم. اینجا میتونید برید خیلی راحت از مطلب‌ها استفاده بکنید، هم بخونید و هم اگر جای خاصی ازش استفاده بکنید. هیچ اشکالی نداره. اطراف ما همیشه پر از آدماییه که دائما در حال غر زدن هستن که دارن دنبال راه درآمد میگردن اما راهی پیدا نمیکنن. شاید شما هم یکی از اونا باشید، نمیدونم. اما امروز میخوام توی این ویدیو ثابت بکنم که اینجوری نیستش و میتونید با یادگیری چند ساعته بیاید و برای خودتون راهی برای درآمد ایجاد بکنید. چرا میگم چند ساعته؟ به خاطر اینکه یکی از بچه‌هایی که دوره گرافیک رو با خود من برداشته بود اومد به من گفت که بعد از ثبت نام کردن یه هفته کلا ویدیوها رو ندیدم، اما بعد یه روز وقت گذاشتم و بعد از اون تونستم خیلی راحت یاد بگیرم. یه کوچولو تمرین کردم و تونستم که اولین سفارش کارت ویزیت خودم رو از یکی از آشناها بگیرم که خیلی خیلی بابت این مبلغ خوشحال بود و کلی از من تشکر کرد. از همینجا کلی بهش سلام میکنم. اگر اون تونسته چرا شما نتونید؟ الان بچه‌ها با آموزش گرافیک که حالا میتونید توی اینترنت سرچ کنید، میتونید از هوش مصنوعی بپرسید، میتونید توی یوتیوب بگردید دنبالش، میتونید دوره رو با من بردارید، هر جور که خودتون دوست دارید میتونید با چند ساعت آموزش برید و حالا یک حرفه‌ای رو یاد بگیرید. حرفه‌ای که امروز میخوام مثال بزنم کارت ویزیت که زیر شاخه گرافیک هستش. یعنی شما میتونید با چند ساعت آموزش گرافیک بتونید یک کارت ویزیت رو طراحی بکنید و بعد بتونید از روش‌های مختلفی از اون درآمد کسب بکنید. اولین راهی که دارید برای اینکه بتونید درآمدزایی بکنید از طریق طراحی کردن یک کارت ویزیت اینه که فریلنسر باشید. الان خیلی ها دنبال این هستن که اصلا فریلنسر کار بکنن. کلا راجع به فریلنسری من یه ویدیو هم دارم، لینکش رو این بالا میذارم براتون، میتونید برید و اونجا ببینید. کلا انعطاف پذیری زمانی داری، میتونی خیلی راحت با مشتریات کار بکنی از دور و درآمدهای خیلی خوبی داشته باشی. حتی میتونی پروژه خارج از کشور بگیری به خاطر اینکه داری دورکاری عملاً کار میکنی. خیلی راحت میتونید توی حالا همون ویدیویی هم که براتون بالا گذاشتم، توی این ویدیو من راه و روش رو کاملا توضیح دادم. میتونید برید توی سایت‌های مختلفی عضو بشید و خیلی راحت اولین پروژه خودتون رو از طریق حالا اون سایت‌ها بگیرید و بتونید اولین درآمد خودتون رو ثبت بکنید. دومین راه چیه؟ دومین راه اینه که شما میتونید همکاری داشته باشید. چجوری؟ یعنی که شما بعد که حالا رفتید گرافیک یاد گرفتید، تونستید یک کارت ویزیت رو خیلی قشنگ طراحی بکنید، چند تا نمونه داشتید، میتونید برید توی حالا کافینت هایی که نزدیکتونه، چاپخونه هایی که نزدیکتونه و به اونها بگید که شما مایل هستید که باشون همکاری داشته باشید. یعنی اگر کسی اومد به اونا گفت که من میخوام برای من طراحی انجام بدید، یک کارت ویزیت میخوام، اونا میتونن با شما تماس بگیرن و شما برید براشون این کار رو انجام بدید که این هم مزایای خیلی زیادی داره. یعنی شما مشتریاتون ثابت هستن و میتونید قراردادتون رو کاملا کتبی بنویسید و خیلی راحت این ارتباط رو داشته باشید. اینم یه روش دیگه است. راه سوم اینه که شما یه سری قالب رو میرید آماده میکنید. یعنی توی خونه میشینید یه سری قالب رو آماده میکنید، قالبایی که کپی نیستش، از جای بر نداشتینش و خود اونها رو طراحی کردید. این قالب‌ها رو که آماده کردین توی یه سری از سایت ها میرید و آپلود میکنید. خیلی راحت یه لاگین میکنید توی اون سایت ها، رجیستر میکنید، اونها رو آپلود میکنید و در ازای حالا هر کسی که میاد اونها رو خریداری میکنه یه پولی سایت به شما میده که کلا چه سایت هایی هستن. راجع به اینها هم توی همون ویدیوی فریلنسری من کامل توضیح دادم که اینم مزایای خیلی خودشو داره که شما میتونید یه دونه قالب داشته باشید و اونو بارها و بارها بفروشید. پس اینم میشه راه سوم. راه چهارم چیه؟ راه چهارم بچه‌ها اینه که شما بتونید آموزش بدید. یعنی میتونید خیلی راحت اگر همین الان شما دیوار رو بردارید، منظورم نرم افزار دیواره، باز بکنید، کلا سرچ کنید آموزش کارت ویزیت، آموزش رانندگی، آموزش مثلا خورش سبزی. خیلی هستن که در ازای این کارهایی که آموزش میدن پول میگیرن. شما میتونید خیلی راحت توی حالا پلتفرمایی که هست مثلا دیوار، من مثال زدم،
بیاد بنویسید که من آموزش طراحی کارت ویزیت دارم میدم و در ازای حالا آموزشی که میدید یه مبلغی رو بتونید کسب کنید. که اینکه چجوری مشتری جذب بکنید باید خیلی راحت فقط بذارید مکالمات رو برید و یاد بگیرید. اما آخرین راهی که میخوام توی این ویدیو بهش اشاره بکنم اینه که برید یه دونه سایت بزنید. حالا میتونید سایت وردپرسی با هزینه خیلی کمی بزنید، بعد اونجا نمونه کاراتون رو بذارید، هم قالب‌های خودتون رو بذارید، هم با مشتریتون از اون طریق در ارتباط باشین. یه سری کارت ویزیت بذارید اونجا به فروش برید که اینجوری خیلی کنترل خیلی زیادی روی اون وبسایت خودتون دارید. پس خیلی راحت میتونید از این طریق هم درآمدزایی داشته باشید. کلا بچه‌ها طراحی کارت ویزیت یه کاریه که به خلاقیت شما خیلی بستگی داره. اینکه شما چقدر خلاق باشید، چقدر کار بکنید، خیلی شما رو جلو میندازه. یعنی کلا اصول این کار خیلی کار ساده ایه، بقیه اونها همشون سرچ زیاده، دیدن نمونه کارهای زیاده بقیه هست و اینکه شما خلاق باشید توی طراحی‌های خودتون. پس شما میتونید راحت با یاد گرفتن یه دونه کارت ویزیت طراحی کردن از این همه راه کسب درآمد کنید. امیدوارم که بعد از این ویدیو دیگه نید غر نزنید که من واقعا حالا راهم دوره، توی روستا زندگی میکنم، دانشجو هستم، وقت ندارم. اصلا اینجور چیزا رو نگید به من خودم از همین جاها شروع کردم و خیلی راحت همین الان اصلا خجالت بابتش نمیکشم. من کارت ویزیت طراحی میکنم، خیلی از سربرگار طراحی میکنم، تقویم طراحی میکنم و اصلا این چیزی نیست که بابتش بخوام ناراحت باشم. خیلی هم به خودم افتخار میکنم بابتش و شما میتونید از این راه حتما برید و کسب درآمد داشته باشید. امیدوارم که این ویدیو به درتون خورده باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. موفق و شاد باشید به خاطر اینکه این ویژگی‌های خوب بیشتر از همه به شما میاد. خداحافظ.